جلسه چهارم مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر چولپوناتوی قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان سازشنامه دوستی، همسایگی نیک و همکاری برای رشد منطقه را امضا کردند. رهبران تاجیکستان و ترکمنستان زیر آن امضا نگذاشتند. گفته شد آنها باید این سند را در کشورهای خود طبق مقررات داخلی تصویب کنند. این سازشنامه کشورهای طرفدار آن را وظیفه‌دار می‌کند که ضد یکدیگر از نیرو استفاده نکنند و با چالش‌ها یکجا مبارزه برند. پرزیدنت‌های قرقیزستان و قزاقستان امضای سند را حادثه مهم و تاریخی نامیدند. امضای این سند به 30 سالگی مناسبت‌های دیپلماتیک کشورهای ما راست آمده است. این سند تاریخی آغاز یک مرحله نو در همکاری‌های استراتژی پنجگانه ما است. تأمین امنیت و بی‌خطری منطقه وظیفه و مسئولیت مشترک است که ما در برابر نسل آینده بر دوش داریم. تاجیکستان که با قرقیزستان در مسئله تعیین و نشانگذاری سرحد بحث دارد، زیر سند امضا نگذاشته است. در یک سال اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان چند دفعه نزاع سر زد و باعث کشته شدن افسران و ساکنان از دو جانب و تخریب خانه‌های مردم شد. در جلسه مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در قرقیزستان، امامعلی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان، بیشتر از تلاش نیروهای مختلف بیرونه برای ناآرام کردن کشورهای منطقه گفت. وی به حادثه‌های اخیر در منطقه اشاره کرد، ولی از یگان حادثه مشخص نام نبرد. کشورهای منطقه را ضرور است که همیشه وضع را نظارت کنند و پیشاپیش عمل کنند. باید در خاطر داشت که ادامه وضع می تواند تهدیدی واقعی برای سر زدن ناآرامی در داخل کشورها باشد. از آغاز امسال در 3 کشور منطقه، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان، حادثه‌های خونین روی داد. مقامات در همه حادثه ها نیروهای بیرونی و افراطگرایان را گناهکار کردند، ولی مردم گفتند تنها برای حمایت خود به کوچه ها برآمدند. عین زمان رئیس جمهوری تاجیکستان از خطر نیرو گرفتن افراطگرایان دینی در منطقه صحبت کرد. ما باید فراموش نکنیم که افراطگرایان دینی سلاح اصلی در دست دشمنان مایند. در تاجیکستان خود می‌دانند که این گروه‌های ناآرام کننده چه تهدیدها خواهند داشت. ما الکی 30 سال باز با چنین تهدیدها مبارزه می‌بریم. آنها سببگار جنگ شهروندی شدند، جنگی که جان بیش از 150,000 در ملاقات چهارم سران کشورهای آسیای مرکزی همچنین از همکاری‌های چشمرس در یک سال اخیر یادآور شدند. در سال گذشته تجارت بین این کشورها بیش از 20% افزوده به 8 میلیارد دلار برابر شده است. ملاقات یکم مشورتی رهبران کشورهای آسیای مرکزی ماه مارس سال 2018 در قزاقستان برپا شده بود. دیدار نوبتی در تاجیکستان برگزار خواهد شد.